بچه‌ها چطوری؟ بهتون امروز من یاد بدم که از کجا بفهمید که دلار کاناداتون اصله یا فیک. خب چند تا راه داره. یکیش من اینو که تکون میدم این هولوگرامش باید عکس این آقایی که اینجا ظاهر شه و اگه دقت کنین یه سری عدد هم کنار آقای ظاهر میشه. یکی دیگر راهی که میشه تشخیص داد اینجا این آقا رو اگه شما یه لمس بکشین یه حالت فرضی داره که با این قسمت و این قسمتش فرق داره. یکی از راه دیگه که میشه فهمید اینه که این وسط این برگه اگه دقت کنید من تکون میدم یه دایره ظاهر میشه. دلار کانادا یه دلار خیلی خاصه و جز امن‌ترین پولاست و جر کردنش خیلی سخته. واسه دلار کانادا داره خطرات باشه که خیلی جر کردنش سخته ولی خب بازم احتمال داره و همین راه بهت یاد دادم.